البته دین اسلام دین فطرت انسانی است و فطرت اسلامی مطابق موافق است. یعنی هر عبادتی که در اسلام برای امت اسلامی فرض شده است از طاقت انسانیت بیرون نیست. یعنی به اندازه طاقت انسانیت عبادت‌های خداوندی مطرح شده است. برای که کدام نفرها باید روزه بگیرند و کدام نفرها حق افطار دارند در کتاب‌های فقهی معین مشخص شده است. یعنی البته افرادی که برای گرفتن روزه قدرت ندارند، یعنی با صاحب بیماری، یعنی بیماری‌های هستند که با گرفتن روزه بیماری آنها دوام میکند و بهبودی نمی‌یابند و یک طبیب حاذق مسلمان آنها را تاکید میکند که روزه برای شما یعنی زیانور است، زیان دارد. در این حالت آنها میتونند که افطار کنند. اگر افتو امید بهبودی باشد، اگر آنها روزه خود را افطار میکنند و در وقت‌های موافق، وقت‌های مناسب قضای آن روزه را میدارند. اما نفرانی که از جهت سن سال کلان دارند یا که بیماری‌های هستند که امید بهبودی آنها افطار میکنند و در عوض این فدیه میدهند. یعنی فدیه به عوض 300 سومانی در یک ماه برای افراد بینوا، کمبغل، نفرانی که با آنها این فدیه را برآورده تقسیم می‌کنند. این فدیه را همون افراد می‌دهند که به خاطر مریضیشان خروج نکردن روزه نمیگیرند، یا اینکه اینهایی که کاملا صحت هستند اما نمیخواهند. نفرایی که کاملا صحت هستند آنها هیچگاه حق فدیه دادن ندارند. آنها باید که روزه را فریضه ماه مبارک رمضان را بگیرند. فقط افرادی که توان روزه گرفتن ندارند و امید بهبودی آنها نیست، امید نیست که آنها بهبود میشوند و روزه میدارند. اگر امید بهبودی باشد آنها فدیه نه، بلکه در حالت‌های موافق مناسب قضای روزه را میدارند. اینها کیها هستند که امید بهبودی ندارند؟ میشه نمبر کرد؟ شاید زنهای حامله هستند. زنهای حامله یا مادران شیرده اینا در تحت این نمی‌دارند. آنها در حالت ایام حامله‌داری، در ایام شیردهی روزه خود را افطار میکنند، میخورند و وقتی که از این آزاد شدن، سبک شدن و حالت مناسب برای آنها میسر شد، روزه ماه مبارک رمضان را قضا میدانند. از آن جمله شخصان پیرای کلانسال، مسافرایی که سن سال کلان دارند یا بعضی بیماری‌هایی که از آن جمله بیماری‌های فرض کردن قند که امید بهبودی نیست، آنها بهبود شدن نمیتونند، در اون صورت آنها رو افطار میکنند و در عوض آن فدیه همون روزه ماه مبارک خود را میبرند.